بریم که با هم دیگه دومین مشاپ کردی و گیلکی رو بشنویم. بابانه که بابم بینایی چاوم، بابانه که بابی من بینایی چاوم، لدوری بالار والله رشبو هناوم، والله رشبو هناوم، گنا بوتون ماو هیوی سرتای بپایزر به پردشتی باجر به هموی چاو بگیر به هر توم دوی تو راناتی تو منگل کشی راناتی قصه آخر ور کشی رانو دل دبسی کردا و جانی رانو هنا بینیتی دستانی رانو آی روسی آی رانو برگرد بیا رانو رانوی میشه رانو سیکش میشه رانو. با ارث پدر و شرایط مالی خوب پدرزن قیافه میگیری یا احساس لاکچری بودن میکنی؟ لاکچری اونیه که از بوق صبح تا بوق شب کار میکنه، آخر ماه 11 میلیون میذارن کف دستش که 8 میلیونش قصه. قیافه رو باید اونی بگیره که تمام لحظه به لحظه زندگیشو درد کشیده. اون باید قیافه بگیره که روز زانواش وایستاده و تو این شرایط سخت دستش جلو کسی دراز نیست.